حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ سلام، حالتون چطوره؟ قسمت 16 تلاوت هم رسیدیم خدمتتون. بحث امروزمون در مورد آسمونه و ما شما سلام خیلی خوش اومدین به قسمت 16 تلاوت تایم. میخوای یه مقدمه بگو بعد در مورد آسمون؟ در مورد آسمون. من آسمونه زیادی دیدم. باریکلا به شما واقعا. ببین تا من میخوام یه پیشنهادی بدم. به جای اینکه از اول بریم راجع به آسمون صحبت بکنیم، بیا از آخر در مورد آسمون. آره میدونی نه میخوام یه چیز بابا از آخر نه جدا. ببین من یه دونه ویدیو داشتم میدیدم، میخوام اینو راجبش بیام با هم دیگه اصلا بحث بکنیم. اینکه یه دونه برگو با میکروسکوپ داشت داخلشو نشون میداد که اتم‌ها و اینا داشتن دور هم میچرخیدن و فلان و بیسار. بعد اومد اینو یه ذره زوم بک کرد، حالا مثلا رسید به چه بدونم اون بافت مولکولیش و فلان، دوباره اومد عقب‌تر به نمیدونم این اسمش هم نمیدونیم متأسفانه، همه رو باید بگیم نمیدونم به خود مثلا اون رنگدانه ها و نمیدونم فلان و فلان رسید تا در نهایت شد یه دونه برگ یه درخت. اینو یه مقدار زوم بکش کرد، این رسید دست یه دونه انسان که مثلا این برگ رو گرفته بود دستش داشت نگاه میکرد. بعد دوباره اومد عقب‌تر رسید به شهر اون در واقع آدمی که این برگ رو گرفته. ببخشید اومد توی باغ، از توی باغ که اومد عقب‌تر رسید به یه دونه شهر و دوباره اومد عقب‌تر کشور کره زمین. آره اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود. بعد کهکشان بعد اینو انقدر اومد عقب که من گم کردم، یعنی اون مقیاسم که یه دونه مولکول بود که داشت ویل دور هم میچرخید، بعد شد یه چیزی که اصلا اون توش گم بود، یعنی اصلا وجود نداشت، اینجوری بگم بهتره. بعد خیلی چیز عجیبیه. اگه موافقی راجع به این عظمت صحبت بکنیم که کجاییم، چی کار داریم میکنیم اصلا. نیازمند سامانه ولی اینکه اوکی آقا جان عظمته؟ آره دوست داره. آره واقعا دوست داره. من نظرم اینه که نمیدونم اصلا چی باید بگم جدی. تو من گفتی در مورد آسمان صحبت کنیم، چون من به شدت آسمان خیلی دوست دارم، یعنی هر جا که میرم چه آسمان شب و چه آسمان روز واقعا دوست دارم، مخصوصا که حالا تو دوست داشتن نداری که آجی خورشید داره پارت میکنه. نه از غذا این توی تهران بیشتر اینجوری که میگه وای خورشید فقط یه چیز داری، کلا تو مه دودی کثافتی و اینکه یه خورشید داره میزنه توت، ولی که آسمان 4 تا ابر داشته باشه شکلای هندسی عجیب غریب. چون من بیشتر تو سفرم اینو موافقم. بعد خیلی وقتا مثلا یه طلوع‌ها و یه غروبایی میبینم. یادمه که سفر آخر همین چیزو برداشتیم بردم بالای تپه و یه غروب عجیب غریب دیدم. بعد اصلا نمیخواستم کلم از غروبه بچرخونم. بعد مثلا میگم من دستشویی میخوام پایین و بعد اینجوری بودم تو آمپانس بودم ببرمش پایین چیکارش کنم. بعد کلم برگشت و دندقبی میرفتن. بعد من به شدت آسمان خیلی دوست دارم. بعد آسمانی عجیب غریب مثلا با حالای عجیب غریب، مثلا یه وقت ناراحتی، یه وقت خوشحالی، یه وقت مثلا دوست دارین مدیتیشن کنین، یه وقت رو ننات لم دادی و آسمان داره نگاه میکنین، وسط درخت یه چیز کوچولو ننوه. حالا این چند وقت پیشم که این بارش شهابی بودش. آره اتفاقا من دوست داشتم برم و این نشد. ولی خیلی اون بارش شهابی که ما با هم دیگه دیدیم به هیچ وجه حتی نزدیک اون بارش شهابی هم نبود. خب پس چیزی از دست نرفت. واقعا میدونی چیه، یه وقتی مثلا تخت جمشید که پیروز تخت جمشید بودم رفتم بغض گلوان گرفت. چرا چیکارش کردم؟ یه تخت جمشید دیده بودم 5 سال پیش 6 سال پیش، الان نصف اون عظمت دیگه نداشت. یعنی ستونا ریخته بود، خراب شده بود و هیچ مدیریتی نشده بود. آشغال رو زمین ریخته بود. نه بابا. لقلوبه کثیف. فکر کنم مثلا اون شیرسنگی است که افتاده زمین، مثلا 7 8 تا شیرسنگی داریم که رو ستون بود افتاده زمین، اینا دوش شیشه کردن. خب حالا نه اون بارون و اینو خرابش نکنه مثلا. نه دوش شیشه ریخته، مردم نرم روش ماژیک بنویسن سکینه هست می‌نویسن. آقا برو نگاه کن پرگات میریزه. حالا شیشه کردن، حالا شیشه رو کردن، اوکی شیشه رو کردن، اوکی نرمال، دمتون گرم. انقدر کثافت برداشته تو شیشه سنگر نمیتونی بگیری اینجوری کن رو شیشه. به جون خودم خیلی مثلا این حکاکیه مرسومه، حتی من نمیدونستم. اول ناراحت بودم گفتم ریدنش، گفت نه آقا جان این حرفا نیستش. داستان این شکلیه که این حکاکیه رو میگه، یه حکاکی خیلی خوشگله، گفت این مشاور جنگ هیتلر این حکاکیه کرده، کسی بوده کشف کرده مثلا اون تایم فلان اومده اینجا خوشش اومده. از اون وریام خوشش اومد حالا نمی‌نویسن، نمیدونم فقط پشت در دستشویی ما نمی‌نویسن، اون وریام هر جا برم می‌نویسن. پس ربات کریم هم اوشاقلرین
حالا از آسمان دور نشیم. آسمان خیلی بحث قشنگ. حالا میره رو دیدگاه تو که حالا بزرگ و کهکشان اینا، من اطلاعاتم چنینم، من فقط عاشق زیباییام و من خودم حالا آدم نجومی نیستیم که، ولی اینکه میبینی لذت میبری. بعد میدونی من چیزی که می‌خواستم اصلا راجعش صحبت بکنیم این عظمته بود صرفا. اینکه ببین من و تو الان مثلا هیچی نیستیم عملا. جدا که هیچی نیستیم، مثلا حالا مثلا یه تک سلول تو بدنمون وجود داره، مثلا اتم وجود داره اینقدر کوچولویی که مثلا میگن مثلا یه عدد هزاران صفر جلوش میذارن میگن اینقدر عدد جمع شده تا شدی تو، شاید حدودی. بعد برگات میریزه، بعد مثلا دور همین عدده با همین هزار تا صفر جلوش دوباره میگن ما اینقدر هستیم از کهکشان به این بزرگی. اصلا نمیتونیم، اصلا ظرفیتش. من خودم که حقیقت خیلی مغزمون واقعا من اصلا تعطیل میشم. یارو ریاضیدانه موقعش سوت میکشه، ما چی بگی؟ فقط اینکه این چیزا رو نگاه این مسئلهش صحبت بکنیم که این عظمته با توجه الان مثلا تو از صبح تا الان بالاخره درگیر یه سری موضوعات بودی دیگه قاعدتا. اون چالشایی که داشتی، نگرانی که داشتی، دغدغه‌ای که داشتی، و یه لحظه بیار توی این مقیاس با این بزرگی نگاه کن، خیلی گم میشه اصلا. من حالا میدونی چی میگم که ماها میگه من یازار موری که دانکش هست که جان دارد و جان شیرین خوش است. یه شعر قشنگیه، میگه آقا جو اون مقیاس کوچولو رو نگاه کن، داره دونه میکشه، بعد مثلا دونش ازش نگرد، لش نکن، نکشش، اونم جون خودشو داره. اونم برای خودش تو بوره خودش، برای خودش داره یه کار، برای خانواده، برای تیمش، واسه گروهش داره یه کاری انجام میده. و اینکه ما نباید بگیم وای فلان، باید این عظمت رو در حد توان مغزمون درکش کنیم. ولی یکی خوشش میاد مثلا از فلسفه، از نجوم خوشش میاد، غرقش میشه، عاشقشه، اوکی. ولی ماها باید یه دیفالت مغزی داشته باشیم. واقعا اصلا تو هیچی نیستی. با اینکه هیچی نیستی میتونی خیلی چیزا هم باشی. این چی میگم، مثلا خود مثلا شخص ایلان ماسک که داره مثلا میره توی مریخ، میخواد داره کار انجام میده و میخواد زمین رو دوم تو مریخ بسازه. خب اگه مثلا این بنده خدا هی داره رشد میکنه و حالا گروه و تیمش بزرگتر بشن و 10 تا دیگه مثل ایلان ماسک بشه، ما تو کهکشان حرف واسه گفتن داشته باشیم با اجازه اقدریمون. اقدریمون. ولی نباید خودمون خیلی کوچیک ببینیم. ما خودمون برای خودمون توی منطق عقل خودمون و قدرت اختیاری که داریم خدا هستیم. خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، خیلی چیزای باحال میتونیم انجام بدیم. نه بگیم ما هیچی نیستیم، مثلا مردیم. البته تأثیری توی هستی به وجود میاد. یه جوری واقعا هزاران درصدی نیستش که مثلا ما کاری بخوام توی این هستی انجام بدیم. راجع به یه چیز دیگه هم صحبت کنیم. حالا این آسمونه که حالا من حقیقت می‌خواستم بحث یه جور دیگه ای پیش بره، به اون سمت نرفت. حالا چیزی هم اتفاق خاصی هم نیفتاد، ولی خب اوکی همینه. ولی بیا راجع به این صحبت کنیم که الان توی کره زمین میگن قرار قطعی آب بیاد، یعنی خشکسالی و داستان این شکلی. این آب کجا میره؟ آقا همش تو کره زمینه دیگه. الان تصفیه می‌کنی. آقا گرم میشه، آب چی میشه؟ نابود نمیشه، هنوز تو کره زمینه دیگه. چی میشه؟ پرواز می‌کنه میره مریخ. هر چیزی تبدیل میشه، درسته؟ خب آب دیگه. نه. بخار میشه، ابر آبه، بارونه، دوباره همونه آبه. خب مصرف میشه آبه. مصرف چی میشه؟ درخت مصرفش میکنه. ببین نمیتونه مثلا دو تا دونه گوشیش قاضی گفتم الان میره دوربین رو برمی‌داره میره سرچ میکنه. مثلا دو تا ماده شیمیایی که قاطی میکنی، این ماده شیمیایی سر جاشه، درسته؟ اینم سر جاش قاطی میشه، یه ماده شیمیایی دیگه به وجود میاره که دیگه نه اینه. مثلا خب نه، وایس اینو میخوام بگم. الان مثلا سلول آب از هیدروژن و اکسیژن، خب از دو تا چیز متفاوته که با هم دیگه قاطی شده و شده آب. آره دیگه، دو تا مولکول دیگه. حالا تو میتونی از آب و هیدروژن اکسیژن در بیاری جداشون کنی دوباره؟ آیه سامانی که دوستان میتونه این کارو بکنه. نه باور کن ابزارش هم هست. درست کرده اصلا. خب حالا ما تا یه جای این کارو تو یوتیوبش هم هست، به اسم سام پاور میتونید ببینید ویدیوشو. خیلی چیزام نمیشه احساس میکنم، ولی آبه چیزی که تموم میشه احساس. از آسمون شروع کردیم به دستگاه جدا کننده هیدروژن از اکسیژن از آب رسیدیم. تو قرآن نگاه کن. من جوابی واسه مثل میگم تو بوده یا مرغ بوده. آره بابا بلم کن. شطور مرغ بوده. و ما آب شیرینمون داره تمام میشه و هوا زن داره گرم میشه و قطب شمال و جنوب دارن آب میشه برفاشون. آب به دست میاد. خب کنسل. یعنی یه لحظه فکر کرد چرا من باید با این بجنگم؟ برو بشین بازی تو بکن. تو دکمه بزن. دانشگاه یارو میگه اول تخم بوده یا مرغ بوده، با استادا نگاش میگم اوکی ردش میکنه. بعد یه جا قاطی کردم و جوابمو بده، اول این بوده یا این بوده.
گفت تو خدای بیشعورایی، من با تو کلکل ندارم، تو منو میکنی پایین گل میکنی، بعد تو خدای تو بیشعورا، من بچه بیشعور تو تشکر به من برسی؟ نه دور از جون شما، بعد تو سلطه پیدا میکنی رو من. چرا اسم کنم قراره تش به من برسی؟ اینو چرا الان گفتی؟ آقا نداره که میگه آقا موش تو سوراخ نمیرفت جارو بداشت. چه رفتی به جارو دود مگه تو دوم داری عزیز من؟ سر به سر تو یالت نسال. خب آقا شوخی میکنم، نمیدونم چی بگیم. مثلا مغزم رفت سمت اون آسمونه و بزرگیه، احساس می‌کنم در مورد این بار شهابی خود کم بینی داره منو مثلا. حالا با هم فکر کنم تو رو بار شهابی و اینجور چیزا دوست داشتی زمانا بدی. من یه خاطره میتونم بگم بعد تو بگی. ما رفتیم یه جا با یکی از دوستان، یه باغی داشت، می‌خواستیم اونجا یه اتفاقاتی افتاد اینا، حالا کاری باش ندارم اونو بازش نکنم الان. تو مسیر برگشت وسط بیابونم بود، یعنی فکر کن قشنگ ناکجا آباد. یهو 2 ماشینه بودیم، یعنی من با ماشین خودم رفتم به همراه یکی از دوستام، من خودم اونجا خودش حضور داشتش کارهای باغش اینا رو می‌کرد. تو مسیر برگشت که ساعت 2 صبح بود، 2:30 صبح بود، داشتیم برمیگشتیم، یه جا وایساد، دستی کشید چراغ مرغا رو خاموش کرد، پیاده اومد سمت ماشین من. گفتم خدای من خففتمون کردن، قراره الان مثلا با اسلحه جلوشو گرفتن، چرا وایساد اصلا؟ پیاده شد اومد گفت چراغ ماشین خاموش کن. و گفتم که چیزی شده؟ چراغای ماشین تو خاموش کن. بعد من اینجوری بودم که خدای من چرا اصلا چراغا رو خاموش کردم. بعد اصلا توهم، یعنی یه حالت خیلی عجیبی. یه مقدارم آره، بعد هایان وید بودیم به خاطر اون یه مقدار. آقا پیاده شدیم و اینا، بعد من داشتم سوال می‌پرسیدم، گفتم چی شده؟ چرا اینجا وایسادیم؟ چی شده؟ یکی به ما یه حرفی بزنه، دعوا شده، چرا اینجا وایسادیم؟ ماشین خراب شده؟ هی داشتم آره، اصلا نمی‌دونستم داره چه اتفاقی میفته که. بعد اون دوست مشترکمون که پیش من بود گفت بالا رو نگاه کن. بعد من اینجوری رفتم داشتم میافتادم، یعنی داشتم به پشت برمیگشتم، ندیده بودم هم تا اون لحظه، یعنی مثلا عکس و اینا دیده بودم اوکی، ولی این داستان مثلا 6 سال پیشه. خیلی آره. بعد همینجوری رفتم بالا، گفتم خدای من این چیه؟ بعد ما توی شهر اینو اصلا نمیتونیم ببینیمش، یعنی اگه الان مثلا میری بالا پشت و نگاه میکنی دو تا دونه ستاره جغله میبینی میگه واو آسمون، این اصلا آسمون نیستش. خب یعنی قشنگ من حالا این یه مقدار چیز میخونه، هوا آلودگی نوری هم داریم. آره دقیقاً، آلودگی نوری که توی شهر هستش باعث میشه که تو نتونی کهکشان رو ببینی. یعنی قشنگ مورز اون کهکشان رو داری میبینی، ستاره هایی که تو هم رفتن مورز معلومه. آره خیلی هم قشنگه واقعا. اگر فرصت کردید حتما توی بیابون جایی برید و تجربهش بکنید. دوستایی که میرن سمت نارنجا و کویر فقط به عشق هم میرن. آره دیگه چیزی نداره، کوچولو درست نه چیزی که تموم میشه میرن برای خودشون. خیلی همون لذت بخش. حالا ویدیو فکر کنم بذارم کپی رایت می‌خوریم، ولی برید واقعا تجربهش بکنید، حیفه، واقعا حیفه. آره فوق‌العاده، یکی از بی‌نظیرترین لذت‌های دنیاست. به نظرم جمع جورش بکنیم یا نکنیم؟ آره چرا که نه. کلیات آسمون و بزرگی ما هم هیچی نیستیم، همچنان کمربندتون هم ببندید. و یه مقدار عجله طور شد قبلش هم، خب چون تلاوت تایم دیگه هیچ هماهنگی نداشتیم، با تو نشستیم گفتیم چی بگیم. آره آسمون رفتیم آسمون. حالا فکر میکنم نسبت به قسمت‌های قبلی یه خورده همچین شلوول طور شد، ولی خب ایوی نه باله، خودمونیم دیگه، اون چیزی که تو دلمون بود و گفتیمش دیگه. امیدوارم هر موقع که آسمون خیره میشید ماهتون بغلتون باشه و یه ماه هم تو آسمون ببینید. به به قشنگ بود، خوشم اومد. ماچ به کلهاتون فلان. چاکرت. به امید فردایی بهتر. خدا نگهدار.